سلام خدمت دوستان عزیز. آقا بعضی تو این استا و فضای مجازی دارن میگن که آقا سنگکارا نمیدونم بدبختن و بنایی بشی بدبختی و کاشیکار بشی بدبختی و گچکار بشی بدبختی و اینا کلن. آقا یه جمله بگم همش شر رو بره. ببینین بهترین شغل بناییه، بهترین شغل سنگکاریه، بهترین شغل گچکاریه. اینا یه شغلایی که هنرن، بهش میگن هنر. ببین طرف از صفر یه چیزی میسازه که اصلا باورت نمیشه. گوش نکنی اینایی که میگن آقا نمیدونم بنه اینجوریه اونجوریه فلان بساره. نه، اینا همش چرت و پرته. توی یه جمله خلاصه بگم، بنه خیلی شغل خوبیه. هر کسی هم که دوست داره این کار رو انجام بده، شغل بسیار پولساز، درآمدزا. بعد از کنم خدمت شما یه شغل واقعا عالیه، خیلی خوبه، عالیه. انجامش بدین.